گمان میکنم خدایان با دستهای خود تو را ساخته و به زیبایی آراستند. تو این چنین فکر نمی کنی؟ منیفر پیشکار قصر ما را به اینجا بخواد. این را در زیر لباس خود پنهان کرده بود. این سند فروش یوزارسیف است بانوی من. شخصی به نام شمعون یوزارسیف را به مالک فروخته است. این باید در خزانه قصر ما باشد، نه نزد تو. هر تو میل شماست. بانوی من، یوزارسیف را به تو می سپارم. من می خواهم او درست تربیت شود، روش زندگی در قصر و رفتار با بزرگان را بیاموزد. اطمینان دارم که پیشکار لایق قصر ما به راحتی از عهده این مهم برخواهد آمد. فکر میکنی این تعظیم او از سر علاقه و احترام است؟ این بیابانگرد گوسفند چران اصلا نمیداند برای چه دلا شده است. آن وقت شما توقع دارید تعظیم او از سر احترام و علاقه باشد؟ در این لباس چقدر زیباتر شده. آشکارا از او تعریف نکنید، مغرور میشود. با من بیا. اینجا را که دیدی اتاق مخصوص میهمانان نورچشمی و خیلی نزدیک زلیخا و پوتیفار است. برای رسیدن به این اتاق باید از این 7 دری که ما گذر می‌کنیم گذشت. این 7 در را قفل‌های محکمی است که اگر بسته باشد احدی را توان ورود و خروج به این اتاق نیست. کلید این درها فقط در دست بانو زلیخاست. و این چشمانداز زیبای قصر ماست. و از اینجا نیل بزرگ ما در مصر به خوبی قابل مشاهده است. و در آن سو در غرب دنیای اموات مشاهده می شود. با من بیا. اینجا اتاق مخصوص بانو زلیخاست. او اشرافزاده‌ای مغرور و متکبر است. مراقب باش هیچگاه از فرامین او سرپیچی نکنی. برویم. اینجا اتاق استراحت و کتابخانه مخصوص جناب پوتیفار است. پوتیفار دومین مرد بزرگ مصر است و تو باید یاد بگیری که در برابر او و دیگر بزرگان چگونه کرنش کرده و با آنان احترام گذاشته. او نیز سوفر کتابدار و کتابخانه مخصوص جناب پوتیفار است. برویم. اینجا محل صرف غذای جناب پوتیفار و بانو زلیخاست.
من باید یوسف را نجات دهم. باید راهی بیابم. مگر یوسف در اسارت یا بند و زندان است که نجات دهی؟ در هر حال او یک برده است. اما او در آن قصر با شکوه شباهتی به برده نداشت. اگر قفس پرنده زیبا بود، آن پرنده اسیر نیست. من هیچگاه مصر را ترک نخواهم کرد مگر یوسف را نزد یعقوب نبی ببرم. ولی تو دیدی که عزیز مصر و همسرش یوسف را دوست داشتند. اما نه به اندازه یعقوب نبی. من یقین دارم که او در آتش فراق یوسف می‌سوزد. ولی مالک، یوسف گفت که آمدنش به مصر به اراده خداوند است. این آخرین سفر تجاری من بود. هرچه زودتر کالاها رو بفروشید و به سوی بابل باز کردید. اینجا محل زندگی برده ها و خدمتکاران است. اینها همه کارگران قصر پوتیفار هستند. یا در قسمت‌های مختلف قصر کار می‌کنند یا در مزارع پاپیروس و پنبه به کشاورزی مشغولند. تعدادی از مردها و زنها همکنون سر کار هستند. در هر یک از این اتاق‌ها یک خانواده زندگی می‌کنند. چرا اینها این همه فقیر و بیچیزن؟ چرا عالی جناب پوتیفار به اینها توجه نمی‌کنه؟ وضع خدمتکاران قصر و کارگران مزارع در طفس به مراتب بدتر از این است. ما به اینا جا، مکان و غذای مرتب میدیم و از اینها و بچه‌هایشان مراقبت می‌کنیم. من می‌توانم به دیدار اینها بیایم؟ چرا که نه؟ ولی بهتر است از بانو زلیخا و عالی جناب پوتیفار اجازه بگیریم. اینها برده های مخصوص حمل کجاوه هستند. در اینجا تومارهای پاپیروس تهیه می شود. درود بر عالی جناب پوتیفار. پاپیروس برای کتابت است. ما برای کتابت از پوست حیوانات استفاده می‌کردیم. این خیلی بهتر از پوست حیوانات است. تو نوشتن می‌دانی؟ آنچه مرا خلق کرده نوشتنم آموخته است. این خیلی خوب است. برده‌ای که نوشتن می‌داند برای اربابش نعمتی است. گفتی از که آموختی؟ از مربی و صاحب اختیارم. او همه زبان‌ها را می‌داند. بسیار خوب. برویم.
اینجا محل بافت کتان است. کتان همان پارچه است که به دور کمر می‌بندیم و از آن لباس درست می‌کنیم. نازکترین کتانی که اینجا بافته می‌شود به کتان سلطنتی معروف است. این کارگاه فقط برای اهالی قصر کتان می‌بافد. بانو زلیخا اشرافزادی است مصری که در این کارگاه زیباترین پارچه ها برای ایشان بافته می شود. بروید. اینجا کارگاه سفالگری. درود بر آل جناب پویفر. تعدادی از لوله‌های انتقال آب در اثر عبور عرابه شکسته است. آنها را تعویض کن. این اندازه است جناب پیشکار؟ آری آن اندازه است. سفالهایش را درست کرده تعویض خواهم نمود. بسیار. اینجا انبار آذوقه است. تمام مواد مورد نیاز خبازخانه و آشپزخانه در اینجا نگهداری می شود. حواست کجاست؟ کارت را بکن. فراموش نکن. از این پس تا تو را صدا نزدن و سؤال نکردن پاسخ نمیده. زلیخا زن متکبری است و گاه همچون درباریان سختگیر و بی‌رحم نیز میشود. اینجا آشپزخانه قصر است. غذاهای گوناگون برای افراد گوناگون پخته می شود. غذای برده ها و خدمتکاران جدا، غذای مسئولان و پیشکار قصر جدا و غذای جناب پوتیوار و بانو زلیخا مجزا پخته می شود. چرا غذاهای گوناگون نمی شود برای همه یک نوع غذا پخته شود؟ خب معلوم است که نمی شود. جناب پوتیفار و بانو زلیخا که با برده ها و خدمتگزاران یکسان نیستند. این یوزارسیف است. از امروز یوزارسیف شما را در تقسیم غذاییاری او کودک باسوادی است که میتواند از روی لوحی که ما به او میدهیم تعداد غذای هر بخش را شمارش کرده و تحویل دهد. میبینی با چه اشتیاق به تو مینگرند. به خاطر تو اینجا جمع شدند. اینجا چه میخواهید؟ چرا سر کارهایتان نمیروید؟ مشغول باشید. بروید. اینجا معبد قصر است. پوتیفار و بانو زلیخا و دیگر اهالی قصر در اینجا عبادت می‌کنند. ما خدایان خود را در اینجا نگهداری می‌کنیم. یعنی خدایان شما نیازمند جا و مکانند؟ خب معلوم است. در باد و باران زیر آسمان که نباید بمانند.
درود بر جناب هونیفر، پیشکار بزرگ. معمولا زمان بازدید از قصر صبح هاست. چه شده؟ این وقت روز؟ یوزارسیف را برای دیدن قصر آوردم. میخواهم او با قصر و اهالی آن آشنا شود. چه خبر است؟ از جواهرات قصر دزدی شده. اینا نگهبانان داخلی قصرند. هیچ کدام اقرار نمی کنند و هر یک دیگری را مقصر می داند. بسیار خوب. برویم ببین. هر دو را جهت عبرت نگهبانان و ساکنان قصر باید از طناب آویخت. اگر اقرار نکردن حتما این کار را بکنیم. ولی دزدی کار من ما نیست. بی تقصیریم. من سوگند میکنم به خدایان سوگند میکنم. من که با این سر صداها نمیفهمم چه میگویی. ولی جناب هونیفر، به خدایان قسم من بی تقصیرم. تا کنون کسی از من دزدی ندیده. اصلا روزی که دزدی شد روز نگهبانی من نبود. نمیدانم چرا مرا اینجا آوردند. ما که در نهایت مقصر را خواهیم شناخت. بهتر از همین حالا اقرار کنید و قضیه را فیصله دهید. او میگوید تو در زمان غفلت او به محل خدمتش رفتی. من؟ در محل خدمت او؟ این حقیقت ندارد. او دروغ میگوید. اشتباه کردم. مجبور شدم. میدانید آخر چگونه بگویم؟ لحظه ای خوابم بود. یعنی در این قصر یک نفر هم نبود مرا ببیند الا تو؟ نگهبان قبل از تحویل گرفتن محل خدمت خود باید به فکر همه چیز باشد. تو نباید میخوابیدی. تو مقصری. هم ترک محل خدمت کرده ای و هم شاهدی برای مدعای خود نداری. ولی عالی جناب من دزد نیستم. به من رحم کنید. متاسفم. نینیفر کپتا را آزاد کنید و این مرد را به زندان. عالی جناب من دزد نیستم. به خدایان قسم من دزدی نکردم. به من رحم کنید. نفرین خدایان بر تو ای نینیفر. دهانت را ببند. به آتش خشم خدایان گرفتار شوی نینیفر. چرا حقیقت را نمیگویی؟ عالی جناب من دزد نیستم. به خدایان سوگند من دزدی نکردم. من میتوانم دزد را معلوم کنم. نه پسر جان، کار تو نیست. به شما اطمینان میدم. مگر شما نمیخواهید که دزد پیدا شود؟ چرا؟ تو چگونه میخوایی دزد را پیدا کنی؟ از پدرم آموختم. او در قضاوت بسیار توانا بود. اطمینان داری؟ آری جناب هونیفر. میتوانید امتحان کنید. بسیار. من میدانم دوست کیست. بهتر است اقرار کرده و جرم خود را سنگین‌تر نکند. اصلا روزی که جواهرات قصر گم شد نوبت نگهبانی من نبود. من بیگناهم. من دزدی نکردم. شاهدی ندارم. اما خودم دیدم که نینیفر از اتاق جواهرات بیرون می آمد. من بیگناه را میشناسم. هیچ بیمی به خود راه ندهد. گناهکار را هم میشناسم. به زودی همه او را خواهند شناخت. از جناب هونیفر میخواهم که اگر گناهکار را معرفی کردم بلافاصله او را گردن بزنید. من فقط میخواهم او را بشناسم. دامون آماده است. به او مهلت نخواهم داد. فقط او را معرفی کنید. جناب رودامون، این دو کنار این باغچه زانو بزنند.
بگویید چشمانشان را ببندند. دستمال بیار. دست او را ببند. یک بار دیگر به دزد فرصت می‌دهیم. اگر خدا معرفی کند بخشیده می‌شود، اما اگر ما او را شناسایی کنیم همینجا جناب رودامون او را گردن خواهد زد. دوست شمشیر خود را بکشید. دوست گردن او را بزنید. نه اقرار میکنم من دزدی کردم، اشتباه کردم. جناب رودامون عفو کنید، گردن مرا نزنید، مرا ببخشید. جناب رودامون عفو کنید. گمان هم نمی کردی به این زودی اقرار کنی ها؟ آفرین یوزارسیف، آفرین. ببریدش. آفرین پسرم، عالی بود. فکر نمی کردم که موفق شدی. سپاسگزارم یوزارسیف. اگر تو نبودی من بیگناه مجازات می شدم. خدایان تو را حفظ کنند. اگر برای اثبات بیگناهی تو نبود نمیگذاشتن نیفر در بین مردم خجل شود. او خیلی هم بیگناه نیست. اگر یک بار دیگر محل خدمت خود را ترک کنی به شدت مجازات خواهی شد. اطاعت قربان. سپاسگزارم. بسیار خوب پسرم، بروید با من بیا. چه زیرک و باهوش. دیدی چگونه او را به دام انداخت؟ هم زیباست هم باهوش. آری من که هنوز باورم نمی شود. چگونه یک کودک این کار را کرد؟ او که فکر میکرد همینک گردن زده خواهد شد به سرعت از جای برخاسته به گناه خود اقرار کرد. او میگفت نه نزنید، من دزدیدم، من گناهکارم، من خود اقرار میکنم. و این ترفند یوزارسیف همه را به حیرت انداخت. هیچ کس فکر نمیکرد که کودکی چون او این همه زیرک باشد. من باید از جناب پوتیفار به خاطر این هدیه ارزشمند سپاسگزار باشم. یوزارسیف با سواد نیز هست. از امروز دیگر کسی نمیتواند غذای اضافی بگیرد. یوزارسیف سهم هر کس و هر قسمت را از روی نوشته تحویل میدهد. سواد یک برده برای اربابش نعمت بزرگی است. استراحتگاه یوزارسیف را کجا قرار دادی؟ هنوز تصمیم نگرفتیم. معلوم است خوابگاه برده ها، این که تصمیم نمیخواهد. نه، در میان برده ها نه. همینجا در همین قصر باید باشه. اتاقی که دیشب نشانش دادم. ببینم یوزارسیف، از اتاقت راضی هستی؟ سپاسگزارم. اگر اجازه دهید من دوست دارم خوابگاه هم نزدیک مستخدمین قصر و برده ها باشه. من میگویم تو کجا و نزد چه کسانی باید زندگی کنی. متوجه شدی؟ وجود یک برده در قصر خلاف مقررات است. موجب حسادت و طغیان دیگر برده ها خواهد شد. وقتی من و خداوندگار این خانه جناب پوتیفار به این کودک علاقمندیم، دیگران حق اظهار نظر ندارند.
یوزارسی پسرم، من فرزندی ندارم. مرا مثل پدر خودت بدان و هر گونه مشکلی داشتی به من بگو. سپاسگزارم. بیچاره پدرم، خداوند به او صبر دهد. آهای گرگ های کنعان، با شما هستم. با شما هستم گرگ های کنعان. چرا ساکتید؟ پدر، مگر گرگ ها هم حرف میزنند؟ نه پسرم، اما اگر خداوند اراده کند تقاضای مرا خواهند پذیرفت. ببین پسرم، آمد. بر سر برادرتان چه آورده اید؟ چرا پاسخ نمی دهی لاوی؟ قبلا که گفتیم گرگ دروغ میگویید. گرگ انکار کرد، گفت از یوسف خبر ندارد. گرگ؟ پدر جان، گرگ چگونه انکار کرد؟ من شنیدم. گرگ با پدر سخن گفت یوسف را ندریده. پیش از آن که دیر شود بگویید با برادر خود چه کردید. هنوز فرصت هست. حقیقت همان است که گفتیم. گرگ یوسف را دریده. به گرگ تهمت نزنید. هر چه کرده اید شما گرگ صفتان کرده اید. بیایید توبه کنید، به حقیقت را بگویید. خداوند به هر کسی مجال توبه نمیدهد، به خصوص کسانی که قلوبشان از سنگ است. بدرود مالک. امید دیدار. بدرود.
یوزارسیف را به اینجا بیاورید. در این چند سال زندگی با تو دریافتم که من هیچگاه صاحب فرزندی نخواهم شد و دوست نداشتم که تو را از نعمت مادر شدن محروم کنم. اولا که ما چند سالی بیش نیست که ازدواج کردیم. از کجا که در آینده صاحب فرزند نشویم؟ گذشته از آن، علاقه من به خداوندگارم جناب پوتیفار به خاطر فرزند نیست. من در علاقه شما نسبت به خود تردید ندارم و یوزارسیف را به خاطر همین علاقه به شما تقدیم کردم، چون میدانستم که داشتن چنین فرزند خوانده‌ای شما را خیلی خوشحال می کند. هیچ چیز چون محبت شما مرا خوشحال نمی کند. یوزارسیف را هم چون هدیه شماست دوست خواهم داشت. فکر میکنی اگر روزی صاحب فرزند شویم همچون یوزارسیف زیبا و دلنشین خواهد شد؟ شاید، ولی چون او باهوش و دانا قطعا نخواهد شد. تو چه کرده ای که بانو زلیخا این همه از تو تعریف میکند؟ ترفندی که امروز یوزارسیف برای دستگیری دزد جواهرات به کار بست همه را متحیر کرد. عالی جناب. امروز همه جای قصر سخن از هوش سرشار یوزارسیف بود. همه میگفتند یوزارسیف نینیفر کپتاه را به زندان فرستاد. در همین روز اول ثابت کردی که میتوانی پسرخوانده بانو زلیخا باشی. خودم شنیدم تصمیم دارن او رو به فرزندخواندگی قبول کنند. زلیخا قبول کرد که یوزارسیف فرزندخوانده او شود؟ چیزی نگفت، اما به نظر موافق بود. این شایعات چیست که در همه جا پراکنده شده؟ می توانم حدس بزنم. حتما در مورد یوزارسیف است. آیا فرزندخواندگی یوزارسیف حقیقت دارد؟ انتخاب خوبی است، نه؟ این خلاف سنت‌های قومی و آیین مصر است. یوزارسیف یک بیگانه و از نژادی پست است و با اشراف زاده‌ای چون شما هیچ تناسبی ندارد. فرزند من که شد، او نیز دارای نام و موقعیت و مقام خواهد شد. با آیین و ایمان او چه می‌کنید؟ از کجا که او دشمن آمون و مخالف آیین مصر نباشد؟ حرف‌های عجیبی می‌زنید. نهال‌های نرم و قابل انعطاف به راحتی تغییر شکل می‌دهند و اصلاح می‌شوند. بیایید و از این فکر صرف نظر کنید. این به نفع شما نیست. من تصمیم خود را گرفتم. تو هم به جای گفتن حرف‌های مایوس کننده یاریم کن. پس بگذارید حرف آخر را بزنم. من امروز نزد جادوگر معبد آمون رفتم و مشخصات یوزارسیف را به او دادم. میدانید او چه گفت؟ او گفت که این کودک دشمن زلیخاست و او را از زندگی ساقط و از خدایان دور و متنفر خواهد کرد. جادوگر گفت تو در نهایت به پرستش خدایان دیگری خواهی پرداخت. این سخنان بیهوده چیست که میگویی؟ او یک کودک است که از هم اکنون میتوانم او را تربیت کرده آنگونه که میخواهم تغییر شکل دهم.
از فردا او را مرتب کرده نزد من بیاور. میخواهم او را با آداب و سنن مردم مصر آشنا کنم. تو هم در این کار یاریم کن. همه نگرانی من به خاطر شماست. اگر این گونه اراده کرده اید باشد، اما فردا نگویید که کاری ماما نگفت. آمدم غذای جناب پوتیفار را ببرم. تا یوزارسیف نیاید غذایی در کار نیست. تعداد اختیار غذاها به او سپرده شده است. خوب جای خود را باز کرده است. پوتیفار و زلیخا میخواهند او را به فرزندخواندگی خود بپذیرند. کنار بروید کنار. شماره و تعداد تمام افراد قصر نزد یوزارسیف است. به هر کس و به هر قسمت به تعدادی که او گفت غذا میده. غذای نگهبانان 20 نفر. نفر. تعداد کاهنان معبد 5 نفر است. 20 هم چرا؟ آیا خدایان معبد نیاز به غذا ندارند؟ یعنی خدایان معبد هم غذا میخورند؟ نه نمیخورند. اما نباید روزی بندگان را به پیشگاهان خدایان هدیه کرد تا متبرک کنند؟ خب بعد از اینکه خدایان این غذاها را متبرک کردن، چه کسی اینها را میخورند؟ آنچه را که خدایان متبرک کنند متعلق به کاهنان و خادمان معبد خدایان است. در آن صورت که هر کاهن 4 برابر دیگران غذا خواهد خورد. به همین دلیل کاهنان همیشه بهتر می شوند. کاهنان و بستگانشان هر روز باید به برکت خدایان شاختر و فربهتر شوند، در حالی که بسیاری از کارکنان قصر غذای کافی برای خوردن ندارند. اگر غذای ما بندگان را خدایان متبرک نکنند چه می شود؟ حتما غذا در معده من ترش می بس کنید. اگر از خادمان معبد شرم نمی کنید، لااقل از خدایان معبد شرم کنید. این جادوگر رفت که برای یوزارسیف دسیسه کند. در اینجا تعداد کارکنان و کاهنان معبد 5 نفر ذکر شده است. نباید بیش از 5 سهم غذا به معبد داد. اینها به تو مربوط نیست. ما همیشه 20 سهم برده ایم، این بار هم میبریم. امروز هرچه میخواهند با آنها بدهید تا جناب هونیفر مشکل را حل کنند. به نام خدایان به کام کاهنان. تا کنون کسی به زیاده طلبی اینان اعتراض نکرده بود. آفرین پسرم، آفرین. آن از رسوایی نیفر کپتا، این هم از رسوایی کاهنان. دیدید؟ این کودک نیفر کپتا را چگونه روانه زندان کرد؟ کودک باهوش و شجاعی است. جناب هونیفر. خب چه میکنی یوزارسیف؟ مشکلی که پیش نیامد. خیر عالی جناب. یوزارسیف با کاهنان معبد مشاجره داشت.
میخواست مانع زیاده طلبی آنان شود. کاریماما هم شاهد ماجرا بود. گمان میبرم کاهنان و کاریماما بر علیه این کودک دسیسه کنند. غذای عالی جناب آماده است؟ بله عالی جناب. بردار بروید. تو نیز بیا یوزارسیف. غذای اینان را طبق آمار هر روز بده تا یوزارسیف بازگردد. بروید. شما که نبودید ببینید اهالی قصر چگونه به ما میخندیدن. کارکنان قصر هم با او همدست شده بودن. پوتیفار یک کودک را مسئول پخش غذای اهالی قصر کرده؟ هونیفر او را مسئول کرده. من یقین دارم که او کافر است و خدایان ما را نمیپرستد. اگر این گونه باشد اجازه نمیدهم جان سالم به در برد. من با بوتیفار و زلیخا سخن خواهم گفت. نگران نباشید. یوزارسیف با تو هستم. کجایی؟ ممیسابو چه شده؟ اینجا چه میکنی؟ آیا تو کافری و خدایان ما را نمیپرستی؟ منظور تو چیست؟ همالیون خفو کاهن به مستخدم معبد بینگی میگفت اگر ثابت شود تو خدایان ما را نمیپرستی تو را زنده نخواهند گذاشت. اگر خدای من نخواهد هیچ اتفاقی نمیافتد. نگفتی. آیا تو کافری؟ به تو اطمینان میدم که من کافر نیستم و خدا را میپرستم. منظور تو کدام خداست؟ خدای تو، خدای خودم، خدای همه. خب خیالم راحت شد. میدانی خداوند تو را برای نجات من فرستاده بود. با من بودی؟ نه با خودم حرف میزدم. چیزی نیست، برو. میای با هم بازی کنیم؟ آری آمدم. ای کاش میدیدید همه افراد قصد در تمسخر کاهنان با او همراه شده بودند. چگونه یک کودک میتواند موجب تحقیر و تمسخر کاهنان معبد شود؟ به کنایه میگفت کاهنان به نام خدایان غذا میگیرند و خود را پروار میکنند. من این مطلب را به او تذکر خواهم داد. من تردید ندارم او نه آمون را میپرستد نه هیچ یک از خدایان را. جناب پوتیفار منتظر بانا هستند. زمان صرف ناهار است. مراقب این کودک باشید. اگر ارباب معابد را به خشم آورد جان خود را در خطر قرار داده است.